مادر چی شده؟ چرا گریه میکنی تو؟ بابا مادرم حالش بده. خب برام ول ببینم بابا. پسرم آدم به باباش اینطوری میگه؟ دیگه نشنوم. بله، چه شماره ای رو میفرستی؟ باشه منتظری، ممنونم. تاکسی 5 دقیقه‌ای میاد لیلا. خیلی دلم برات تنگ میشه. پسرم تو پاچم. خیلی دلم برات تنگ میشه. اگه نمیتونی زنگ بزن خلیل بیاد ببردش. باشه عزیزم، تو نگران نباش. حالا به خان چی بگم؟ فاتحمون خونده است. خدا ازت نگذره. داداش جلیل، همه جا رو گشتیم کسی نبود. بگردینش. کارت شناسایی چیزی داره برداریم، هر چی داره. داداش تاکسی اومد. خلیل پروازم دیر میشه. هیچ جا نمیری. عاقد اومده. قریش خانم میگه حاضر شین.
کجا میریم؟ نرو. مجبورم. واسه همه این بهتره. واسه تو، واسه من، واسه بچه. اگه به خشمم گوش کنم باید این شهر رو خراب کنم. اگه به عقلم گوش کنم میخوام دعا کنم که جلوی چشم نباشی، اما دلم میگه نمیتونی فراموشش کنی. جلوی همه میتونم وایستم اما جلوی دلم نمیتونم وایستم. آدم میتونه بیشتر از خودش کسی رو دوست داشته باشه. آره، از خودش میگذره. آره میگذره. من از خلیل گذشتم چون هر وقت تو رو میبینم چیز دیگه ای به چشمم نمیاد. عروسی میکنی. اما به کسی واقعیت رو نمیگیم. به هیچ کس. من نمیتونم همچین کاری باهات بکنم خلیل. اینو نگو. هیچی نگو. الان اینو میگی اما تو نمیتونی اینو تحمل کنی. آره یکم سنگینه اما تحمل میکنم. شاید زیرش خورد بشم اما تحملش میکنم. تاوانش این باشه حاضرم بدم. حاضرم سزاشو بدم. خلیل من به خودم رحم نمی کنم اما به تو نمیتونم. نگو.
تو نمیتونی منو ببخشی. نمیشه. کی میدونه؟ شاید اینطوری، شاید داره امتحانمون میکنه. این امتحان ماست لیلا. بله جلیل. امینه، خان هنوز خونه است؟ آره اینجاست. الان رفتن اتاق عقد. عاقد خطبه رو بخونه، بعدش هم واسه عقد رسمی میرن محضر. تو کجایی جلیل؟ نمیای؟ باشه امینه باشه، من کار دارم. باشه. لیلا، وای خدا رو شکر سالم اومدی. زهر ترک شدم، گفتم بلایی سرت میاره. میخواد با هم عروسی کنه. چی؟ چرت و پرت نگو. یعنی چی؟ نمیدونم، منم خیلی گیجم. شاید چرت باشه، اما ببین چقدر منو دوست داره. باورم نمیشه. الان اینطوری میگه که تو نری، اما فردا بعد از عروسی روزگارتو سیاه میکنه. به نظرم اصلا درست نیست. منم حسابی گیجم. فقط یه خواهشی ازت دارم. ندونن که من از عمر حاملم، حتی مامانم. لطفاً. یعنی چی؟ حتی میخوای به مامانت هم دروغ بگی؟ حالا اون هیچی، تو بعداً به بچت هم دروغ میگی؟ بعدش هم ببخشیدا، اما از من بپرسی میگم اون خانواده حق دارن بدونن از عمر نوه دارن. تو طرف کی هستی سلی؟ من دوست تو هم. باشه، وظیفمه بهت هشدار بدم. چه خوشت بیاد چه نیاد مجبورم بگم لیلا، داری اشتباه میکنی. ازدواج با خلیل که سر تا پا اشتباهه. بعد میخوای با یه بچه هنوز به دنیا نیومده زندگی دروغی بسازی. کلن اشتباهه. تو چرا نمک به زخمم میپاشی؟ نمیبینی من دارم زجر میکشم؟ زجر میکشی؟ چرا؟ شاهزاده سوار بر اسب تمام مشکلات تو حل کرد؟ نمیتونم باور کنم. چی داری میگی تو؟ به نظرم بهتره بری سلی. چی؟ یعنی داری منو بیرون میکنی؟ بیرون نمی کنم سلی، نمیخوام دعوا کنم. نمیفهمی؟ آره، چرا به ذهن خودم نرسیده بود. پرنسس مشکلاتش حل شد، به من دیگه احتیاج نداره. سلین تو رو خدا چی کار میکنی؟ سلین خیلی خوب دختران، شما از مهمونا پذیرایی کنین تا دیار آماده بشه، دیر نشه.
مادر اجازه بده، میخوام با دیار حرف بزنم. دیار، میخوام بگم مبارک باشه، اما نمیدونم چقدر مبارکه. باید دید. ببین، اگه اون بیشرف اذیتت کرد یا ناراحتت کرد به داداشت میگی. فهمیدی چی گفتم؟ ممنون داداش. برو آماده شو، منتظرتن. برو. قدیر، چی شده؟ راستش من دیروز میخواستم ازت بپرسم ولی نشد. قرار بود دنبال قاتل بابام باشی، چی شد؟ بهت قول دادم، مگه نه؟ پیداش میکنم، نگران نباش. سلین داری چی کار میکنی؟ خواهش میکنم نباید این کارو بکنی. دیوونه نشو. به من گفتی برو، دارم میرم لیلا. سلین کجایی مادر؟ ما اینجاییم، تو کجایی پسرم؟ مادر آماده باشین، عروسی در پیش داریم. عروسی؟ چه عروسی؟ عروسی من مادر، دارم ازدواج میکنم. با پسرمون، به مراد دلت رسیدی بالاخره. مبارک باشه. خلیل، به من نگو داری با اون دختر عروسی میکنی. والا من اون عروس خودم نمیدونم. عروست میشه، حالا میبینی. خلیل دیوونه شدی؟ به خدا دارم سکته میکنم. قلبم درد گرفته. من حرفمو زدم مادر، با لیلا عروسی میکنم. بچه ها ببینین چی میگم. این عمارت بزبی ها دقیقا کجاست؟ خانم بیا من ببرمت. آره عزیزم ببر. از این طرف دیگه نه؟ خامو حسنی تمومه نه؟ تموم خان، تمیز شد. آها، پس جشن در پیش داری. میگم خامو، من قلبم خیلی پاکه. هرچی به خاموسگری میده. حالا تو هم یه کمی هرس بزن. شیطونو باید عذاب داد. دیگه جواب تلفنمو نمیدی ناصر خان؟ آره همتون رو رام میکنم. رام نوبت منم میشه، میبینی. خانم ببین اینجاست. ممنون عزیزم. سلام. میخواستم با خانم آقاتون حرف بزنم. امروز نیستن، رفتن محضر واسه عقد. جدی؟ میتونم منتظر باشم؟ آخه موضوع مهمی. البته، بفرمایید داخل.
بفرمایین، خوش اومدین. سلام، منتظر خانم آقا. واقعا؟ الان میان. چایی، قهوه، چی میخورین؟ نه ممنون، چیزی نمیخورم. پس بفرمایین سالن اونجا منتظر باشین. خیلی ممنون. به خانم آقا چی باید بگیم؟ یعنی بگیم کی اومده؟ سلین هستم، دوست لیلا. اینطوری بگین خودش میفهمه. خانم دکتر خودمون. بله. خیر باشه. یعنی چیزه، میخواستم بگم شما از قبل خانم آقا رو میشناختی؟ بله دورا دور میشناسمشون. منم دکترم، باید باهاشون مشورت کنم. بله بفرمایین. بالاخره اومدی؟ گلم تازه کارم تموم شد. خیلی نگران شدم. از مامانم خبری نشد؟ میشه عزیزم، میشه. دارم میرم پیش اون عوضی. خودمون باید کار خودمونو بکنیم. تا مادرتو پیدا نکنم بر نمیگردم. ببین جلیل تماس گرفته. بله جلیل. خان تو هتلم، پایینم. یه موضوع مهمی هست، باید باهات حرف بزنم. تو هتلی؟ جلیل نگو که از دست در رفته، نگو. نه خان، اجازه بده رو در رو بگم. باشه پایین منتظرم باش. الان میام پایین. خوش اومدین. خانم آقا یه مهمون دارین تو سالونه. یواش دارن میان. امینه کجاست؟ گفت میخوام یه سر و دستی به اتاق عروس بکشم، اونجاست. کی اومده؟ یه خانم دکتر. دکتره؟ میخواد با شما مشورت کنه، یه همچین چیزایی. اینم زندون من زن داداش. باید اینجا مجازات بشم. چی شده جلیل؟ گلم تو برو تو ماشین منتظرم باش، من میام. مامانم طوری شده مگه نه؟ مخفی نکنین بگی چیزی شده؟ نه اینطوری نیست خان، یه موضوع دیگه است. جیلان درباره مامانت نیست. آروم باش گلم، آروم باش. تو با من بیا. کارا قاطی پاتی شده خان. حسن رو نرم کرده بودیم، داشتیم میرفتیم خونه زنه. همین که اومدیم بیرون کشتنش عوضی رو. کی کشت؟ چطوری کشت؟ نمیدونم خان، گیرش ننداختیم. توف به ذاتش. حسن گفت من آدم خلیلم. خلیل؟
من باورم نشد، اما گفت اون اسلحه‌ای رو که اون روز آورده بودم خب ببینین مال خلیله. گفتم ببینن. میخواسته واسه خودش وقت بخره بیشرف. خان دست چک گم شده پیشش بود. اینو چطوری برداشته؟ این آدم تا بغل گوشمون اومده؟ به دومادمون شک کردیم، اون که از هتل بیرون نرفته. چطوری تونسته چکو برداره؟ منم نفهمیدم خان. ببین منو جلی، اگه کسی حسن رو کشته یه چیزی تو این کار هست که کس دیگه هم پشتشه. اما اگه خلیل باشه، اگه این بلاها رو خلیل سرمون آورده باشه، نامردم اگه وسط میدون تو مغزش گوله خالی نکنم، قسم میخورم. من سردر نمیارم خان. تو اسلحه رو پیگیری کن، یه چیزی ازش در میاد. بریم اونجا، بریم اون عوضی ها رو به حرف بکشونیم. چی شده؟ مامانم طوری شده مگه نه؟ راستش رو بگو. مامان چیزیش نشده، حسن رو کشتن، مرده. چی؟ چطوری؟ یه وایسا ببینم. الان نمیتونی مامانمو پیدا کنی؟ پیدا میکنیم، نگران نباش. تو برو تو اتاقت منتظر من باش. آدمای حسن پیشمونن، به حرف میاریمشون. برو. منم میام. تو اینجا میمونی جیلان، حرف گوش کن. قدیر من اینجا از نگرانی میمیرم. کاری که گفتمو بکن. قدیر تو رو خدا منو نذاری اینجا. قدیر تو رو خدا لطفا. شاید لیلا براتون مهم نباشه، اما نوتون چی؟ لیلا از عمر حامله است. خدایا، یعنی میخوای بگی از عمر برام یه یادگار به جا مونده؟ نکنه این دختره داره بهم کلک میزنه. مادر، مهمونتون رفت؟ رفت. تو با مهمون چی کار داری؟ دوست خانم دکتر بود. چه دکتری چه دوستی؟ دکترم بود، اومده بود، میخواست آزمایشمو ببینه و چک کنه. الحمدلله همه چیزم خوب بود. خب چیه مگه؟ من نمیتونم اشتباه فکر کنم؟ اگه به گوش اینا برسه چه قیامتی برپا بشه. مادر، این دختری که الان رفت کی بود؟ هر کی بود که بود، انقدر تو همه چی فضولی نکنید. ببینم تو میدونی اون کی بود؟ به تو چه؟ اگه لازم بود بدونی مادر خودش بهت میگفت. برو به کارت برس. دجله، چیه؟ این قیافه چیه که واسم گرفتی ها؟ تو که میدونی نمیتونی عقد قدیر بشی. بالاخره حسرت به دل برمیگردی خونه پهلوانی ها، مگه نه؟ خب تو منو ول کن، برو به درد خودت بسوز. من برمیگردم خونه پدری. تو رو بندازن بیرون، میخوای چی کار کنی؟
چه خبر؟ خدا رو شکر داداش، خوش اومدی. خیلی ممنون داداش، حسابی پولدار شدی یا؟ خب دیگه داماد خان شدیم پسر، باید شیک باشیم. سلام علیکم بچه‌ها. سلام علیکم. خب داداش چه خبر؟ کار دعوتمون کو؟ راستی عروسی کیه؟ عروسی در کار نیست علی. امروز با هم عقد کردیم، مراسم عروسی هم قراره تابستون بگیریم. چیو نگاه میکنی پسر؟ هنوز سال عمر تموم نشده. ما هم بخوایم عروسی بگیریم جلوی مردم زشت میشه. واسه همین تصمیم گرفتیم که بهتره که تو تابستون مراسممون رو برگزار کنیم. آره فکر خوبی کردیم. آره دیگه پسر، داماد خانواده خان بودن مسئولیت داره دیگه. آدم مجبوره بیشتر از خودش به بقیه فکر کنه، میفهمی؟ ما هم باید من بعد اینطوری باشیم. پاشو یه قهوه تلخ درست کن بخوریم بابا. پاشو. باشه همین الان. خدایا من چی کار کردم؟ ولش کن، چیزیه که شده. تازه درستش هم همین بود. بالاخره نوه اونا هم هست. سلین جواب بده. بله. الو سلین، من خیلی معذرت میخوام، ناحقی کردم. تو رو خدا درکم کن، شرایطم سخته. ولش کن، مهم نیست. نه خیلی مهمه چون تو واسه من خیلی با ارزشی. سلین تو رو خدا نرو، برگرد. سلین اگه تو این روزای سخت تو کنارم نباشی من چی کار کنم؟ گفتم که ول کن لیلا. معلومه که من واسط خوب نیستم. تنها هم که نیستی، خلیل هست. سلین تو دوست منی. الان بیشتر از همیشه به دوستیت احتیاج دارم. خواهش میکنم لطفاً بیا. باشه میام. باشه منتظرم. خدایا من چی کار کردم؟ خلیل به خدا اگه اون دختره رو بگیری حلالت نمی کنم. تو رو خدا بس کن مادر، کشش نده. اون دختره تو این خونه نمیاد، همین که گفتم. باشه مادر، میل خودته، اینجا نمیایم. خلیل تو مادرتو زیر پات میذاری؟ آره خونه زندگی تو. پسرم والا این دختره تو رو جادو کرده. توبه استغفرالله. ببین مادر، من با لیلا عروسی میکنم، باقیشو خودت میدونی. اگه بگی لیلا عروسمه، دوستش دارم، خوشحال میشم. اما اگه بگی جلوی چشم پیداتون نشه، قصه میخورم. همین. اون دختره میبینه. کجا مادر؟ پسر من عقلشو از دست داده. اگه دختره عاقل باشه بند و بساطشو جمع میکنه، از اینجا گم میشه میره. نکنی میخوای با دختر حرف بزنی؟ آره که میخوام حرف بزنم، میخوام بگم دست از سر پسر من برداره. نمیخوام بیاد اینجا، من نمیخوام اونو. مادر نکن این کار به لجبازی میکشه. خلیل خان خیلی عصبانی میشه. بیا بشین، بیا. لجبازیش بره زیر گل. مادر ببین حق با تو، اما اینطوری نمیشه. میخوای برات یه قهوه خوشمزه درست کنم ها؟ بشینیم مفصل حرف بزنیم ببینیم باید چی کار کنیم.
چیزی نمونده. دیگه به آخرش رسیدیم. همین روزا همه این زمینا مال خانه تو میشه. تا قرون آخرش حقمو میگیرم. به سلامتی خان. میگم این ماجرای عروسی هم خوب شده. خلیل حسابی حواسش پرته. راحت شکار قدیر میشه. انشالله خان. این انشالله ماشالله چیه را انداختی تو؟ انشالله ماشالله به چه درد من میخوره؟ خان عصبانی نشو. اما اگه آدمای اصلا حرف بزنن چی میشه؟ چه حرفی بزنن؟ حرف چی رو بزنن؟ پسر من حسنو کشتم. اونا از ترسشون نمیتونن تومونشون رو جمع کنن. خامو پسر تو هم اصلا عقلت کار نمیکنه ها. ما کی هستیم ها؟ خانه ما کیه؟ خلیل؟ بالاخره هرچی اون گفته باشه ما کردیم. ما دشمن نیستیم، مأموریم و منظور. نه بالاخره فهمیدی. چیزی نمونده دیگه. با چشای خودت میبینی و میفهمی.